No! To my chief. What is the function of a rock? To keep things going, to sustain an equilibrium. Sir? So it has nothing to do with being bored or not being bored. Telephone operators are too busy to be bored. Computers facilitate efficiency, and everyone knows that efficiency is a desirable thing. اصلا حرف نمیزنن؟ چرا این موتور تولید کلمه، این میل مهار نشدنی برای حرف زدن تو تاریکی از کار میفته؟ بقیه رو نمیدونم، ولی دلیل من برای حرف نزدن یا کمتر حرف زدن تو تاریکی ترسه. ترس از تاریکی نه، ترس از لو رفتن. بذارین براتون یه مثال بزنم. یه خونه رو تصور کنین که برای رفتن به داخلش یه پنجره بیشتر نداره. نه دری، نه پنجره دیگه‌ای و نه احیانا در مخفی یا در پشتی. ما برای رفتن به خونه همه نقشه و نگاه و فکرمون رو جمع می‌کنیم دور اون پنجره کوچیک. کلی باش کلنجار میریم. آخرش شاید بتونیم ازش رد شیم و وارد خونه شیم، یا شاید هم نتونیم. فرقی نمیکنه. ما به هر حال همه زیر و بم و ظاهر و باطن اون پنجره رو چشم بسته از بر شدیم. حرف زدن تو تاریکی هم برام مثل همون خونه و پنجره میمونه. وقتی آدمای دور و برم تنها راه ورودشون به من نه قیافم باشه، نه چشام، نه حالت ابروام و نه حرکت دست و پام، تنها چیزی که از من بهشون میرسه صداست. اون وقت قدرت همه چهار حواس دیگه‌شون جمع میشه توی حس. حس شنیداری. اینطوری با حرف زدنم احتمال لو رفتنم میشه. احتمال اینکه تو ما ببینم، بفهمم باطن حرفام چیه، بفهمم پس و پیش حرفام چه معنی منظوری خواهد.
تکون دادن اعضای بدن توی سکوت یه چیزی شبیه حرف زدن تو تاریکیه. برام ترسناکه. میترسم توی جمع کمی ساکتم تکون بخورم. دستم بکنم توی جیبم، بذارم زیر چونم، بکشم توی موهام یا پام به دیوار. بقیه رو نمیدونم، ولی من بازم میترسم که با این حرکت لو برم. فرهاد مهندسپور همیشه سر کلاس کارگردانی درباره بدن بازیگر میگفت زبان بدن خیلی قوی و واقعیه، برعکس زبان گفتار که جعلی و کاذبه یا تو بهترین حالت کم اثره. خب توی تئاتر دنیا هم کارگردانای بزرگی هستن که به زبان گفتار ارجح اهمیتی نمیدن. چیزی که براشون واقعیه زبان بدنه، بدن بازیگر روی صحنه. خشونت، عطوفت، عشق، شهوت، درد، رنج، بیماری، همه اینا با بدن تعریف میشن. از نظر اونا کلمه‌ها یه سری آشغال به درد نخورن که از اول تا آخر نمایش روی صحنه تلمبار میشن و بعد از اجرا توسط نظافتچی سالن جارو میشن و میرن توی سطل آشغال. یه جایی خوندم که 7% از ارتباط انتقال مفاهیم بین آدم‌ها بر اساس کلمه، باقیش با بدن ما انجام میشه. شاید سهم کلمه هم تو آثار این کارگردان همینقدر از کل نمایش باشه. کسایی مثل کانتور، آرتو، گرتوفسکی، شکنر، باربا و یک کارگردان ایرانی تئاتر. کسی که به خاطر اون من الان روی این صحنه وایسادم و دارم به بدنهای ساکت آدم‌های اطرافم نگاه میکنم. رضا عبدو تو این عکس 32 سالش بوده. آخرین تصویر قبل از مرگش. خب شاید برای شروع و معرفی این عکس انتخاب خوبی نباشه، ولی قویه. قوی و واقعی. سال 41 توی تهران به دنیا میاد. از یه خانواده ثروتمند. پدرش مالک یک کازینوی بزرگ یه باشگاه ورزشی خیلی معروف بود. اون وقتی 14 سالش بود برای تحصیل به انگلیس میره. انقلاب که میشه به دلیل وابستگی پدرش به دربار همه اموالشون مصادره میشه و اونا مجبور میشن به لس آنجلس مهاجرت کنن. رضا هم از انگلیس به لس آنجلس میره و به خانواده‌اش ملحق میشه. یه سال بعد از انقلاب پدرش بر اساس سکته قلبی میمیره و اون و خانواده‌اش به خاطر پول کشیدن اموالشون تو تهران وارد شرایط اقتصادی بدی میشن. علاوه بر این به خاطر مشکلات روادید و کشمکش‌های سیاسی بین دولت ایران و امریکا اونا تا 10 سال بعد هم موفق به گرفتن اقامت امریکا نمیشن. اون تو این سال‌ها دوران سختی از زندگی رو پشت سر میذاره تا جایی که مجبور میشه برای گذران زندگی تو محله‌های بدنام لس آنجلس تنفروشی کنه. اون تئاتر از دستیاری کارگردان شروع میکنه و در اواسط دهه 80 میلادی بهترین و مهمترین نمایش‌های خودش رو میسازه و تا قبل از مرگش بیش از 10 نمایش رو صحنه میبره. همین تعداد اثر کافیه تا ریچارد فورمن اونو به عنوان بزرگترین کارگردان تئاتر امریکا بنامه. سلام، من رضا هستم، دانشجوی سابق رشته نمایش گرایش کارگردانی تو مقطع فوق لیسانس. منم مثل هر دانشجوی این مقطع باید ترم 3 موضوع پایان‌نامه‌ام انتخاب می‌کردم. پایان‌نامه گرایش کارگردانی شامل اجرای یه نمایش با یه پژوهش نظریه. طبیعتا خیلی فکر کردم برای انتخاب موضوع. با خیلی از استادا و دوستانم مشورت کردم. آخرش تو بخش نظری رسیدم به ترجمان گفتار در بدنهای شخصیتی نمایشی رضا عبدو. و تو بخش عملی یه لکچر پرفورمنس در مورد زندگیش. یعنی یه شکلی از بیوگرافی. راستش هر کی بهم میرسی با تعجب میپرسه چرا این موضوع این آدم. اولش موضوع خیلی آسونی نبود. چون منابع در موردش کم بود، که بود همشون انگلیسی بود و دسترسی بهشون هم خیلی سخت. بدتر از این با اینکه از آرتیست و کارگردانی مطرحی توی امریکا بود، ولی متاسفانه خیلی از استادای دانشگاه ایران اسمش هم نشنیده بودن. چه برسه بخوان در موردش بهم مشاوره بدن. قبلا به واسطه آقای رضا سرور چند تا فیلم از اجراش دیده بودم، ولی هنوز دلیل خاصی برای انتخاب این موضوع نداشتم. کم کم برای خلاص شدن از شر این سوال که چرا این موضوع رو برای پایان‌نامه‌ام انتخاب کردم، یه دلیل بی‌ربط در این حال باحال پیدا کردم که هر کی میشین دیگه پیگیر جوابش نمیشه، ادامه‌اش نمیداد. میگفتم به این خاطر انتخاب کردم چون هم اسم خودمه. به همین راحتی. حالا بماند که بعداً فهمیدم وجود مشترک دیگه‌ای هم داریم. 8 دقیقه و 59 ثانیه.
یه نگاهی با آدم‌های ساکت منتظر دور برم انداختم. چند نفر به دیوار تکیه داده بودن. چند نفر رو نیمکت نشسته بودن. فکر کنم اونا هم حس منو داشتن. سعی میکردن تا جایی که میشه تکون نخورن. یا جوری تکون بخورن که به چشم نیان. میترسیدن درونشون لو بره. معلوم شه توشون داره چی میگذره. میترسیدن با تکون خوردنشون، با دست کشیدن زیر چونهشون، با خاروندن آرنجشون، با بازی کردن با پاشون، میترسیدن با کندن موی سیبیلشون ترسشون رو لو بدن. خشمشون، ناامیدیشون، از درون خالی شدنشون. انگار اونا هم میدونستن زبان بدن قوی تره، واقعی تره، بی‌واسطه است. اونجا انگار یه صحنه تئاتر بود. هم درام داشت، هم تالیف، هم کلی بازیگر قدر. تکون نخوردن رو صحنه واقعا کار هر کسی نیست. اونم روی یه صحنه با دکتر پرستار واقعی، با خبر واقعی. من مجبور بودم تکون بخورم و حرف بزنم تا وقت بگذره و 10 دقیقه کذایی تموم شد. رضا عبدو 28 سالش بود که فهمید HIV مثبته. نقص سیستم ایمنی بدن. درست 5 سال قبل از مرگش. 5 سالی که قراره بهترین و مهمترین نمایش‌های خودش رو بسازه. آثاری که از نظر منتقدین بزرگ تئاتر هر کدومش میتونه اسطوره یا فعالیت کننده باشه. رسیدن به چنین آثاری بیشتر از اینکه خلاقیت بخواد، به یه نوع جنون نیاز داره. کارهایی که اون بعد از مبتلا شدن به HIV ساخته قابل مقایسه با قبل نیست. چرا وجود یه بیماری که قراره خیلی زود اونو از پا بندازه چنین تأثیر روش گذاشته؟ شاید وقتی فهمیده مدت زیادی نمونده، زمان تا جایی که میشده عریض کرده. مثل یه دونده که خط پایین رو میبینه و سرعتش رو تا میتونه بیشتر میکنه. اسم گروه تئاتری که اون سفر ازش بود دارآلوز بود. یه واژه اسپانیایی به معنی زایش. این اصطلاح زنای اسپانیایی برای تسکین درد زایمان استفاده میکنن. رضا برای خلق نمایشاش دردی به اندازه درد زایمان رو تحمل میکرده، چون میخواسته هر چی تو وجودش بوده رو بالا بیاره و خالی بمیره. دکترها بهش میگن وسواس فکری، ولی برای من یه قانونه، یه قرارداد. خیال میکنم اگه موقعی راه رفتن پامو روی خط سنگفرشا و موزاییکای کف خیابون بذارم، حتما یه اتفاق بدی برام میفته. آخرین سرامیک راهروی بیمارستان نصفه است. نصف دیگه‌اش پشت در آزمایشگاه‌ست. کسایی که خیلی جدی در مورد نمایش‌های رضا عبدو پژوهش کردن، معتقدن که نباید آثارش خارج از وضعیت زیستیش یعنی بیماری HIV مطالعه کرد. رفتم بخش مشاوره و تحقیقات ایدز بیمارستان امام خمینی. میخواستم با افراد HIV مصاب بیشتر آشنا شم تا حال روزشون رو بهتر بفهمم. خیلی برام جالب بود بدونم که HIV چه تأثیری رو زندگیشون گذاشته. ولی اونجا هیچ فرد مبتلایی رو معرفی نمیکنن. با این توضیح که HIV یه بیماری خیلی خصوصیه. شما تو خانواده‌تون
پسرعمو، دخترعمو، پسر خاله، دختر خاله، پسر خاله، دختر خاله، دوست آشناتون. کسی رو میشناسین که HIV مثبت باشه؟ شما کسی رو میشناسین؟ کسی نمیشناسه؟ برای اینکه بیشتر آشناشم با این بیماری و تاثیرش، تصمیم گرفتم که خودم برم آزمایش بدم. امروز صبح اومدم اینجا، مرکز تحقیقات ایدز. الان بین یه سری آدم قرار دارم. همه مثل من منتظرن و میترسن که تکون بخورن. جواب آزمایش HIV 15 دقیقه طول میکشه. الان 2 دقیقهش مونده. اولش همه چی عادی بود. الان هم عادیه. ولی از الان به بعد دیگه نیست. این 2 دقیقه خیلی عجیب میگذره. کند نه، تندم نه، عجیب. هر ثانیه رو میشه به 24 فریم تقسیم کرد، یعنی 24 عکس. هر دقیقه 60 ثانیه است، پس هر 1 دقیقه میشه 1440 فریم و 2 دقیقه میشه 2880 فریم. من تو این 2 دقیقه 3 تا عکس رو هم 2880 بار دیدم. عکس مامانم، عکس بابام و آخرین عکس رضا عبدو قبل از مرگش. با عکس مامان و بابام خالی میشم، پاهم لمس میشه و میفتم رو زمین. با عکس رضا نگاه مصممش رو میگیرم و سعی میکنم بلند شم، ولی تا میجنبم عکس مامان و بابام زمین گیرم میکنه. من تو این 2 دقیقه 2880 بار میفتم و بلند میشم، میفتم و بلند میشم، میفتم و بلند میشم.
اولین وجه مشترکم با اونو که قبلا گفتم. دومیش مثبت بودن تست HIV. آقای رئیس جمهور به کشورمون حمله شده. جورج بوش توی مدرسه بود وقتی رئیس دفترش خبر حمله به برج‌های دوقلو رو داد. ولی بوش هیچ واکنشی نشون نداد. نمیتونست نشون بده. ساکت و ساکن. میدونست اگه تکون بخوره یا چیزی بگه خودشو لو میده. درونشو لو میده. زبان بدن برای تماشاگر قوی و واقعیه. بی‌واسطه است. حتی اگه تماشاگر بچه کوچیکه یا مهد کودک باشن. اون لحظه تو فکرش چی میگذشت؟ شاید داشت به جواب این سوال فکر میکرد. کی این کارو کرده؟ چرا این کارو کرده و چجوری؟ سعودی ها، بن لادن، قذافی، صدام، ایران، ولی بازم آروم بود. چون فکر میکرد بالاخره میفهمه و بعدا میتونه در مورد واکنش به عامل حمله فکر کنه. منم مثل بوش و هر کس دیگه ای از خودم سوال میکردم و به خودم جواب میدادم. از کی گرفتم؟ کی مبتلا شدم؟ چجوری؟ کلی آدرس و تلفن توی ذهنم مرور کردم. از دورترین احتمالات تا نزدیکترین. حتی دندون پزشکیایی که بچگی میرفتم. من اینجا خیلی کارا میخواستم بکنم. داد بزنم، با مسئول آزمایشگاه دعوا کنم، برگه آزمایش پاره کنم، بسترمو بکوبم به دیوار. ولی هیچ کاری نکردم. نمیتونستم. سرخپوستا یه قاعده عجیب دارن. وقتی ذهنشون درگیر سوالهای زیاد میشه، برای رسیدن به جواب روحشون از بدنشون جا میمونه. واسه همین صبر میکنن. ساکت و ساکن یه جا میشینن تا روحشون بهشون برسه و دوباره برگرده به بدنشون. منم اینجا تو اون لحظه مثل سرخپوستا شده بودم. ساکت و ساکن. من همین جلوی جدولی که نشسته بودم از حال رفتم. یه نفر با یه بطری آب اومد و زیر بغلمو گرفت. یه مش آب رو صورتم پاشید و گفت غم آخرت باشه. داغ عزیز سخته. کیتون فوت کرده؟ گفتم هیچکس. گفت پس چی؟ گفتم من ایدز دارم. یه 10-20 قدم ازم فاصله گرفت. همینطور که داشت عقب میرفت زیر لبش گفت عوضی. بعد داد زد و گفت من بچه کوچیک دارم. بطری آبو برداشت و دست صورتش رو شست و همونجا گذاشت و رفت.
دهنم مثل چوب خوش شده بود. میگن برای خیلی از بیمارا اولین مرحله بعد از مبتلا شدن از بیماری مرحله یا ناباوریه. برای توصیف این مرحله مثال آدمایی رو میزنن که توی جنگ یا تصادف یه پاشون از دست دادن ولی تا مدت میکنن بدون عصا را برن که خب دائم زمین میخورن. منم بدون عصا 24 ساعت با این فکر که جواب آزمایش اشتباه بوده توی خیابونای تهران راه رفتم تا صبحش رو دوباره آزمایش بدم. دادم. خبری از پای دوم نبود. جواب تست مثبت بود. خانومی که به مراجعه کننده و مشاوره میداد منو شناخت. ازم خواست برم اتاقش. یه سه چیز راجع به دارو و دکترا بهم گفت. یه چند تا بروشور و آدرس و تلفنم بهم داد که نمیدونم کجا جاشون گذاشتم. حالم مثل روزی بود که جسد بابامو از سردخونه بیمارستان تحویل گرفتیم. یکی دو روز اول اوج عذاب کشیدنه. غصه خوردن، ناله کردن، گریه کردن، حسرت کشیدن. دنبال هر حرف و بهونه میگردی تا خودت عذاب بدی. انقدر که از این عذاب بمیری. یه آشوب و خودخوری که مدام تا لحظه زیر خاک رفتن بدنش ادامه داره. ولی بعد از خاک کردنش همه چی آروم میشه. آروم آروم. اون دریاچه متلاطم و پرموج تبدیل میشه به یه کوه یخ. خوبی خاک اینه که بهت میفهمونه دست و پا زدن بیفایده است و قرار نیست کاری از دستت بر بیاد. آشوب و زلزله درون منم 2-3 روز بعد از آزمایش ادامه داشت. ولی کم کم سرد شد. مثل غصه مردن بابام بعد از خاک کردنش. منم انگار بدنم رو زیر 2 متر خاک کرده بود. سردی خاک کار خودشو کرده بود. سردی که ازش حرف میزنم به معنی فراموشی نیست. یه جور متوقف شدنه. منفعل شدنه. ندیدن و انکار نیست. با دست و پای بسته دیدنه. روحم شده بود. دیگه بدنم رو حس نمی‌کردم. با خودم این ور اون ور نمی‌بردم. انگار خاکش کرده بودم. سلام، من رضا هستم. دانشجوی سابق رشته نمایش، گرایش کارگردانی تو مقطع فوق لیسانس. آدما برای تحمل زندگی کردن باید حرف بزنن. بیمارا برای زندگی کردن.
این جمله رو سوزان سانتاک گفته، نویسنده جامعه شناس و تئوریسین امریکایی که بعد از 2 سرطان سینه و رحم از پا در اومد. شاید بیشتر از هر کسی خود سانتاک به این جمله ایمان داشت. بیمارا برای زندگی کردن باید حرف بزنن. چون بیش از 10 عنوان کتاب در مورد مفهوم بیماری و تاثیر متقابلی که انسان بیماری روی هم میذارن نوشته و بیش از 2 دهه با سخت‌ترین سرطان‌ها مبارزه کرده. منم الان اینجا روی این صحنه اومدم تا با شما درباره خودم و بیماریم حرف بزنم. اومدم اینجا تا همه خودم بدون هیچ پوششی در معرض شما بذارم. نمیخوام برام دل بسوزونی، نه متأثر شین، نه قصه بخورین و نه بهم امید بدین. فقط میخوام حرف بزنم و شما هیچ کاری دیگه ای نمیتونین و نمیخوام که برام انجام بدین. کسی میدونه فرق ایدز و HIV چیه؟ کسی نمیدونه؟ HIV یعنی شما ناقل بیماری هستی، هنوز به بیماری مبتلا نیستی، ولی ایدز مرحله‌ای که بیماری خودش رو ویروس میده توی بدن و نشانه‌هاش ظاهر میشه. دیگه منم تا قبل از این جریانات نمیدونستم فرقشون چیه. اصلا بهش فکر نکرده بودم. برام اهمیتی نداشت. تا اینکه نازنین دوست میشه گفت سابقم که قرار بود توی تحقیقات پایان‌نامه بهم کمک کنه، مقاله و مستندهایی که در مورد رضا عبدو نوشته و ساخته شده رو ترجمه کنه، یه متن نسبتاً مفصلی ترجمه کرد و برام فرستاد. تو متن اطلاعات جالبی در مورد زندگیش وجود داشت. مثلا اینکه چقدر اتفاقی میفهمه مثبت. رونالد ریگان رئیس جمهور وقت امریکا آزمایش HIV رو برای گرفتن اقامت اجباری میکنه. و طبیعتا اونم که سالها به فکر گرفتن اقامت بود، این آزمایش رو میده و میفهمه مثبت. متن یه اشاره‌ای هم به اواخر زندگیش داشت. اینکه چطور تا لحظه آخر ادامه میده و حتی روزهای آخر با تزریق ساعت به ساعت مورفین با ویلچر سر تمرین میومد و با بازیگرش کار میکرد. این آخرین نفسایی که رضا روی صحنه تئاتر کشیده. ولی عجیب‌ترین نکته متن این بود که 2 ماه بعد از مرگش، فقط 2 ماه بعد، اولین داروی HIV ساخته میشه. و از این عجیب‌تر پارتنرش که سالها مبتلاست هنوزم زنده است. زنده است چون مصرف دارو نذاشته که ویروس وارد مرحله ایدز بشه. خب با چند سرچ ساده هم میشه فهمید که ایدز در واقع اسم دیگه HIV نیست. مرحله آخر HIV به طور میانگین بین 5 تا 8 ساعت توی بدن خاموش میمونه. و اگه توی این مدت بدن دارو مصرف نکنه، ویروس وارد مرحله ایدز میشه. و ورود به مرحله ایدز یعنی نزدیک شدن به مرگ. باز اومدم اینجا. مرکز تحقیقات ایدز. تو بخش مشاوره یه نفر نشسته بود که 2 دفعه قبل ندیده بودمش. برای پرسیدن یه سوال اومده بودم. مهمترین سوالم. اگه بیماری HIV مرتب قرص بخورن چند سال زنده میمونن؟ منتظر مقدمه چینی و شنیدن یه سری حرفای کلیشه‌ای بودم که یهو ازم پرسید مادونا رو میشناسی؟ گفتم آره. جورج کلونی چی؟ آره خوب. گفت اینا حداقل 20 سال مثبتن. ولی روز به روز خیلی آدم عجیبی بود. به هیچ سوالی مستقیم جواب نمیداد. بهم گفت HIV الان مثل دیابت یه بیماری مزمنه. اگه کنترل بشه کشنده نیست. مهم اینه نترسی. اگه بترسی عمر طولانی نمی‌کنی. من از حرکت توی جاده‌ای که خط پایانش معلوم بود رفتم تو جاده‌ای که اونم خط پایان داشت ولی انقدر هواش مه‌آلود بود که نمیشد خط پایان دید.
و همین معلوم نبودن آرومم میکرد. شروع کردم به مصرف دارو. چون تعداد قرصام زیاد بود تصمیم گرفتم طوری قرصام مصرف کنم که کسی کنجکاو نشه. راستش من زیاد به تصادف و اتفاق اعتقادی ندارم، ولی نتونستم از این تصادف ساده بگذرم. اینکه من رضا عبدو رو برای موضوع پایان‌نامه‌ام انتخاب کنم و بعد به خودش آزمایش بدم و بفهمم مثبت. رضا عبدو باعث شده بود که من به وضعیتم آگاه شم. بفهمم به یه ویروسی مبتلام که اگه کنترل نشه کشنده است. الان برای کنترل کردنش به اندازه کافی زمان داره. اگه تا قبل از این وجهه هنری و جایگاه تئاتریش برام مهم بود، از الان به بعد بود شخصیتش هم اهمیت پیدا کرده بود. تصمیم گرفتم که پایان‌نامه‌ام از ارائه یه زندگی‌نامه ساده فراتر ببرم. قرار شد با مادرش، برادرش و حتی بازیگرش صحبت کنم و حتی آخرین نمایشنامه‌اش که هیچ وقت اجرا نشده بگیرم و برای بخش عملی پایان‌نامه‌ام اجراش کنم. ولی متاسفانه استاد راهنمام بهم گفت که پروپوزال تصویب نشد. نمیدونم، انگار تو شورای پژوهشی گفتن چون کسی کارای این کارگردان رو ندیده و نمیشناسنش ضرورت پژوهش نداره. گفتم چرا فکر می‌کنی ضرورت پژوهش نداره؟ حتما باید برم سراغ رادیو بیضایی که همه میشناسن. خب این کارگردانان باید به دانشجو معرفی شن. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. برگه پروپوزالم رو پرت کردم رو صورتش. گفتم تا دلتون بخواد منبع معتبر در موردش هست. انقدر معتبر هست که سواد شما بهش خط نمیده. عنوان پایان نامه من ترجمان گفتار در بدنهای شخصیت‌های نمایشی رضا عبدو بود. درست پذیرفته نشد. ولی این نگاه همون به بدنهای آدمهای اطرافم نسبت به کلمه‌ای که به زبون میارن عوض کرد. فهمیدم بدنها این تودای گوشت و خون هستن که آشکار میکنن و کلمه‌ها کاری جز پنهان کردن نداره. وقتی رضا عبدو رو به یه سخنرانی به سیتی کالج نیویورک دعوت کرده بودن، یه نفر ازش پرسید چرا با اینکه بازیگرات مدام روی صحنه حرف میزنن و فریاد میکشن کسی متوجه حرفاشون میشه؟ چرا کلمه‌ها برای تماشاگران ناواضح و مخدوشن؟ عبدو در جواب میگه چون کلمه‌ها تا جایی که میشه باید دور ریخته شن و قرار نیست معنایی رو منتقل کنه. معنا از بدن منتقل میشه. و صدا هم جزوی از بدنه. ولی تا وقتی که به کلمه‌ها تبدیل نشه. مثل حیوونا که از صداشون معنا منتقل میشه. بدون کلمه‌ها. منم دوست داشتم آدمای دور و برم حیوان بودن. با صداشون با هم حرف می‌زدن. دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعد تماس بگیرید. Sorry, the number you have dialed is switched off. Please try later.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعدا تماس بگیرید. Sorry, the number you have dialed is switched off. Please try later. سلام. من بهنام حسن‌پور هستم. فارغ التحصیل رشته نمایش گرایش بازیگری تو مقطع لیسانس. من توی این نمایش نقش رضا رو بازی میکنم. حدوداً یه سال نیم پیش رضا بهم زنگ زد و ازم خواست که توی پایان‌نامه‌اش بازی کنم. یه لکچر پرفورمنس در مورد یه کارگردان ایرانی توی امریکا. چند بار با هم قرار گذاشتیم، چند تا فیلم مستند با هم دیدیم تا من به یه شناخت نسبی در مورد اون کارگردان برسم. بعد یه موضوع دیگه به کار اضافه شد، گفت که میخوام بخشی از کار راجع به HIV باشه و با این کار کمکی کرده باشم به شناخت این بیماری از این حرفا. بعد حسین و وحید نویسنده و کارگردان همین نمایش که می‌بینیم رو معرفی کرد، گفت که اینا قرار متن کارو بنویسن. کار داشت از ارائه زندگی‌نامه به سمت مونودرام میرفت و یه سری قصه هم بهش اضافه میشد. تا اینکه یه روز رضا با هم قرار گذاشته، گفت که این نقشی که میخواید بازیش کنی یه جوری بر اساس زندگی شخصی خودمه و حسین و وحید اونو بر اساس صدایی که ازم ضبط کردن نوشتن. راستش من اون لحظه زیاد متوجه حرفاش نشدم که خودش رفت سر اصل مطلب و گفت که HIV مثبته. چون سر تمرین زیاد راجع به HIV و راههای انتقالش توضیح داده بود، من اون لحظه سعی کردم واکنش خاصی نشون ندم و عادی رفتار کنم. تصمیم گرفتم مثل روزهای قبل تمرینام ادامه بدم. ولی خودش هی مدام رفتارش عوض میشد. بیشتر با نویسنده‌های کار بحث میکرد. یه روز دوست داشت کار پر از ایده‌های اجرایی باشه. ولی یه روز دیگه میگفت این کار اصلا نیازی به کارگردانی اجرایی پیچیده نداره. باید خیلی مستقیم و بی‌پرده راجع به HIV صحبت کنیم، در پرخطری داشته بره آزمایش بده. مدام به فرم بدن من ایراد میگرفت. میگفت بدنت به عنوان یه بازیگر وجود HIV رو نشون نمیده. بدن خودش رو مثال میزد و میگفت که باید مثل من چی. در حالی که هیچ نمود بیرونی از بیماری تو بدنش وجود نداشت، ولی خودش این توهمو داشت که بدنش با بدن آدم سالم فرق داره. کلی هم عکس از بدن لختش گرفته بود تا این موضوع رو بهم ثابت کنه. خودش که میگفت این عوض شدن رفتارش به خاطر عوارض داروهاست. تهوع وحشتناکی داشت. یه جوری بود که انگار دل روده‌شو بالا میاره. یا مثلا بعضی وقتا میگفت پوست دستم مورمور میشه. یا یه صدای مثل سابیدن آهن تو گوشم میپیچه. یه روزای با انگیزه و پر انرژی بود، یه روزای بی انگیزه و عصبی. مثلا میومد توی گروه یه چیزی مینوشت یا یه وایسی میداد، بعد گوششو خاموش میکرد و غیبش میزد. سلام بچه‌ها. شرمنده من این چند روز نبودم. راستش زیاد حالم خوب نبودم، تا الان روبرا نیستم. فقط خواستم بهتون یه خبری بدم. اگه تمرینی، برنامه‌ای، چیزی دارید بچه‌ها بهش برسید. پروژه دیگه کنسله، دیگه کار نمی‌کنیم. همتون میگم تا اینجا با هم کار کردیم، کمک کردیم، کار رو پیش بردیم. ولی راستش
من دیگه نمیتونم، یعنی مغزم نمیکشه دیگه بخوام اصلا دیگه کار کنم. رفتم دانشگاه پیش اون استاد، میگم چی شد استاد؟ میگه چرا رضا عبدو رو کسی نمیشناسه؟ چرا؟ میگم رضا عبدو اصلا به خاطر اینکه خودم هم مبتلا تا اینو بفهمه من این ترم پرم با یه استاد دیگه چرا باید اینجوری بشه؟ اصلا تو دانشگاه تو استاد و تئاتر و نمایش و واسه چی داریم کار میکنیم؟ واسه کی داریم کنیم؟ تش اینجوری بشه؟ نمیخواد اصلا کار کنیم. من خودم همه زندگیمو میخوام بیارم رو صحنه، خودم رو انگشتنامه کنم که تش بشه این؟ نمیخواد آقا، اصلا نمیخواد دیگه کار کنیم. رضا تا حالا نشده بود بیشتر از 2-3 روز گوشیشو خاموش کنه ازش بیخبر باشیم، ولی این سری غیبتش کمی طولانی شد، بیشتر از یه هفته. رفتیم پیش خانواده‌اش، اونا هم بیخبر بودن، تا اینکه یه ماه بعد جنازه‌شو از یه مرکز خرید کامپیوتر توی خیابون ولیعصر پیدا کردن. خواهرشینا میگن انگار آسانسور پاساژ ایراد داشته و بعضی وقتا تو طبقات وای نمیستاده. رضا هم در آسانسور وا میکنه و میفته پایین. یه مدت اونجا میمونه و بعد از بوی جنازش میفهمن. آخرین روزایی که از رضا یادم مونده روزای خوبی نیستن. وسواسی و بدبین شده بود. توی هر واکنش و حرکتی دنبال یه معنی بود. مثلا وقتی بهش پشت میکردیم، میخندیدیم، یه چیزی بهش میدادیم یا یه چیزی ازش میگرفتیم، سریع برای سوء تفاهم میشد. این بدبینی خارج از این شنبه خیلی بیشتر هم میشد و بعضی وقتا به دعوا و درگیری با آدمای دیگه هم میرسید. هی بهم اصرار میکرد که چرا تست HIV نمیدی؟ منم میگفتم آخه دلیلی نداره، من که رفتار پرخطری نداشتم. میگفت اگه 1% مثبت باشی و ندونی و یه نفر دیگر مثبت کنی چی؟ با عذاب وجدانش میخوای چیکار کنی؟ بعضی حرفاش با چیزایی که اول ترمیم میگفت تناقض داشتن. اولش که گفته بود به خاطر اینکه در مورد رضا عبدو کار میکرده رفت آزمایش داد و فهمیده مثبته. ولی بعدش فهمیدیم که راستش یه چیزایی در مورد زندگی رضا هست که از تناقضایی که توی حرفاش بود بهش رسیدیم. ولی خودش هیچ وقت بهمون نگفت. و حالا هم که بینمون نیست ترجیح دادیم که نگفته و مبهم بمونه. ولی چیزی که واقعا خیلی زیاد این اواخر تو رفتارش حس می‌کردیم نداشتن انرژی برای موندن و ادامه دادن بود. قبل از اون اتفاق باش قرار گذاشتیم. بعد قلقش خیلی بیشتر شده بود. می‌دیدیم که داره عذاب می‌کشه. گفتیم موندن رضا تو این وضعیت و مرور اتفاقی که براش افتاده حالشو بدتر می‌کنه. ازش خواستیم که کلاً پروژه رو تعطیل کنیم. خیلی ناراحت شد. گذاشت و رفت. ولی شبش اومد توی گروه یه وایسی داد که آخرین صدایی بود که ازش شنیدیم. بچه‌ها سلام. شرمنده بابت رفتار دیروزم. راستش فکر میکنم درست میگید. حرف زدن راجع به یه سری چیزا اذیتم میکنه و خسته شدم ازشون. ولی فکر میکنم که من باید این چیزی که در و نبر رو بریزمش بیرون، بیارمش بیرون. یه بار برای همیشه باید بگمش. رضا عبدو چرا اسم گروهشو گذاشته آرالوس؟ بخاطر اینکه بعد از هر اجرایی که میورد روی صحنه مثل یه زن حامله پدرش از در میومد. من فکر میکنم باید این کار رو انجام بدم، باید بگمش. این چیزی که در نبر رو باید بیارمش بیرون. یه بار برای همیشه این کار رو باید بکنم. ممنونم که توی راهم کمکم میکنید. دمتون گرم.